چی سبب شد که شما رقص رو با سرود عوض کردید؟ با من سرود نرسید. بیشتر وقتتون در زندگی صرف شده است یا کارهای ایجادی؟ هم در اونجا هم در اینجا. پدرتون خودشون هنرمند بودن، چرا نمی‌خواستن که شما هنرمند شوید؟ من مثل پدرم نیستم. از دوره مکتب خانیتون چی خاطراتی دارید؟ دایره و دکتر فقط بود. نوریدین داورونوف چگونه توجه دارند به کسب سرایندگی؟ بچم افسای چیه؟ رمزیه سرود رو زمزمه میکند و می‌بینیم که شما چگونه قبول میکنید. مرحبا. های کبگ خیرامون تو مگر خانه نداری؟ من دوست رویکان رو دیدم، بسیار خوشحال شدم. خود رو جوان احساس کردید؟ در مهمانی بهارستان با اشتراک من شام یکشنبه در تلویزیونی بهارستان. یک دقیقه حتما تماشا کنید.